صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. در راستای سوالات و شبهاتی که پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه وارد شده بود، رسیدیم به این سوال که دیروز مطرح کردیم: وظیفه فقها افتاء و قضا هست، نه حاکمیت. و نظریه ولایت مطلقه فقیه یک وظیفه ای را داره بر فقها مترتب می کند که جزء وظایفشان نیست. بله، اونی که از روایات ما استفاده می کنیم این دو وظیفه رو بر دوش فقها گذاشتن، یکی افتاء، دیگری قضا. ولی ولایت مطلقه فقیه میگه علاوه بر اینها حاکمیت هم جزء وظایف ولی فقها و علما می باشد در اصل غیبت. پس چیزی را شما دارید در دوش فقها میگذارید که در لسان ادله چنین وظیفه‌ای را از وظایف فقها نمیداند. اما در مقام پاسخ به این سوال ما در دو بخش پاسخ میدیم. یک بخش مربوط به مقام افتاء. دقت بودید در مقام افتاء سوال این است که دقت در معنای افتاء و لازمه حقیقی کلمه افتاء تأیید نظریه ولایت مطلقه فقیه است. این پاسخ اجمالی. شما خودتون قبول دارید که یکی از مناصب و وظایف علما در عصر غیبت چیه؟ افتاست. میگه دقت کنید در حق و حقیقت کلمه افتاء، از دل همین منصب افتاء حاکمیت هم بیرون میاد. دقت کردید؟ خوب دقت بفرمایید. یعنی گاهی دقیق شدن در مسائل خیلی از ابهامات رو توضیح مطلب. جواب تفصیلی. دو امر در عصر غیبت قطعی هست. یک، به طور قطع و مسلم امت اسلامی در عصر غیبت به حال خود رها نشدند. آقای فیاض میگه ما از این آیونی که موافق با نظریه ولایت مطلقه فقیه نیستند از این سوال میکنیم: آیا اسلام در عصر غیبت امت اسلام رو به حال خودش رها کرده؟ قطعا جواب چیه؟ منفیه. یعنی امت به حال خود رها نشده. دوشون دو، در عصر غیبت بگوییم امت اسلامی
به دست حکومت‌های طاغوت سپرده شده است. این هم قطعاً نگاه اسلام نیست. شد برید زیر چتر حکومت‌های طاغوت. شد اینم با نصوص قرآن و روایات ما سازگار نیست. یک تنویر در طاغوت. اصلا قرآن امر فرموده به ما که از طاغوت را چه کنیم؟ اجتناب بکنیم. پس در اصل غیبت دین اسلام نه ما را رها کرده به حال خودمون و نه ما رو سفارش کرده زیر چتر طاغوت. سوال این است که پس تکلیف مردم در اصل غیبت چیست؟ اگر پاسخ دهند که وظیفه ها به پیروی از فقهاست، سوال می شود که جایگاه فقها در اصل غیبت چیست؟ شد پاسخ می دهند جایگاه فقها افتاء هست و بفرمایید قضا. میگویید سلمنا. آیا منظور طریقه بحث روشه شد؟ که ما هم قبول میکنیم تا اینجا با شما هستیم. وظیفه مردم رفتن به قدم خانه فقها هم وظایفی دارن نسبت به مردم. وظیفهشون یکی افتاء هست، دیگری قضا. ما میدونیم. سوال ما این است که حقیقت افتاء چیست؟ سوالی کی داره مطرح می‌کنه؟ منظور قائلین به ولایت مطلقه فقیه. از اونایی که قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستید. دیگه شما قبول دارید که وظیفه فقها در اصل غیبت افتاست. میفهمید افتاء یعنی چی؟ حقیقت افتاء رو برای ما مشخص بکنید. افتاء معنایش آن است که فقیه جامع الشرائع مرجع مردم است و این سمت را هم شارع او داده است که او به جای امام از سلام الله علیه بنشیند و به همه مسائلی که مردم مبتلا هستند احکام آنها را پاسخ بدهد. چه مسائلی که تاکنون وجود داشته و چه مسائلی که تا الان سابقه نداشته است. با پاسخ بده یا نده که امروزه اسمش چه می‌ذاریم؟ مسائل مستحدثه. حالا روشه شد اینجا. خب فقیه جامع الشرائع از طرف شارع جای امام نشسته، مسائلی که برای مردم و مکلفین پیش میاد احکام این مسائل رو باید بیان بکند.
کدام مسائل؟ چه مسائلی که قبلا بود، چه مسائلی که سابقه نداشت و الان به وجود اومد. یعنی که میگه این مسائلی که الان شما عامل بنبست ندارید، باید پاسخ بدید. درست شد تا اینجا؟ ادامه بدید. حال مسائلی که سابقه نداشت، مثلا احکام مربوط به فضا. آی فیاض الان یه چیزی به نام فضانوردی بلکه به کرات دیگر بخوان سفر بکنن، تکلیفشون چیه؟ نمازشون چجور باید باشه؟ روزشون چیه؟ اینا مسافر نیستن. تا الان نبود، الان هست. مسائلی همانند کشتیرانی و زیردریایی ها و نظام مربوط به دریانوردی، کیفیت قبلشون چجور باشه، بله، نماز و روزشون چیه، و همچنین حقوق متعدد بانکداری، بیمه، پیوند اعضا از حی به حی یا از میت به حی، از زن به مرد، از مرد به زن، و صدها مسئله مستحدثه. سوال این است که آیا کار کردن بر این امور بدون تشکیلات اجتماعی ممکن هست یا ممکن نیست؟ آقای فیاض جواب بده. اصلا بدون تشکیل دانشگاه داشته باشن، بدون که تشکیلات داشته باشی، مثلا در رابطه و قوانین دریانوردی میخواد از ما یه سوالی بکنن. خب وقتی ما تشکیلات نداشته باشیم، من فقیر میتونم حکم رو بگم؟ بله؟ این مسائل ماهی های جدید پیدا میشه تو دریا، خوردنش حلال یا حلال نیست. آقایی که میگه اگر فرض داشته باشه حلاله، نداشته باشه کلیه. حالا این مهم میدونی به ظاهر فرض نداره، اما با امور آزمایشگاهی خدمت دانشگاه هایی میدن که آزمایش بکنن. میگه فرض داره، ریزی بوده، مثلا ماهی خاویار تو قبل از انقلاب آقایون میگفت حرامه، بعد از انقلاب امام فتوا داد اشکالی نداره چون فرض داره. بله؟ بله همینجور. خب آیا پرداختن به این امور، یعنی احکام امور جدید رو می شود بدون تشکیلات احکامش رو بیان کرد یا خیر؟ واقعا دشواره، نمیشه. درک کردید؟ پس دقت در حقیقت افتاء، میگه لازمه افتاء به همه مسائلی که مورد اطلاع جامعه است، از جمله لوازمش وجود تشکیلاته. یعنی بدون تشکیلات فتوا دادن به همه این مسائل امکان بفرمایید نداره.
یا باید بگید نه نسبت به این مسائل ما اظهار نظر نمی‌کنید، خب نقصه. اگه میخوای اظهار نظر بکنید بفرمایید، خصوصا تو مسائل قضایی حقوقی، گاهی اوقات مسائل قضایی بین‌المللیه. دقت فرمودید؟ حالا شما میخواد نظر اسلام رو بگید، بدون تشکیلات میتونید یه فقیه فتوا بده؟ دقت کردید؟ پس این یک جواب که دقت در خود حقیقت کلمه افتا، دیگه این افتا لوازمی داره که از جمله اون لوازم تشکیل حکومته. یعنی بدون حکومت بسیاری از مسائل حکمش مشخص نیست. شد این در باب افتا. اما باب قضا آیا همین روشه شد دیگه؟ پس آیون میگن وظیفه که روایات منکان میدن فقها فران فلل عوامعن یغلط، میگه سلم. ما هم میگیم در عصر غیبت مردم وظیفه دارن مسائل دینشون رو از فقها بگیرن، اما فقیه کی میتواند حکم مسائل مستحدثه رو بیان بکنه؟ درست شده؟ باید این تشکیلات واقعا خصوصا تو بحث معاملاتی که امروز تو جهان وجود داره، آیا فلان معامله ربوی هست یا ربوی نیست. گذشته اصلا امور خیلی پیش پا افتاده بود، معاملات اینقدر پیچیده نبود. الان بسیار از این معاملات اتفاق میفته نه مشتری بایع رو میبینه نه بایع مشتری رو، اصلا جنسی هم رد و بدل نمیشه. یک حساب به قول بانکی هست، یک چیزی اعتباری دیگه. دقت کردید؟ شما الان با این خدمتت کنن که وسایل مجازی پول رو نقل و انتقال میکنه، یک پشتوانه داره حساب تو، این کارهای اعتباری رو انجام میدی. آیا این گونه معاملات درست یا درست نیست؟ خب یک متخصصی باشه، تشکیلاتی باشه که حقیقت این مسائل رو برای فقیه بیان بکنه تا ایشون حکم شرعی رو بیان بکنه. پس اگر ما وظیفه فقیه را پاسخگویی احکام شرعی چه در مسائلی که قدیم بوده چه در مسائلی که مستحدثه است، لازمش این تشکیلاتی باشه. بدون وجود این تشکیلات واقعا فتوا دادن کار سختی می باشه. تشکیلاتش حکومت نیست، مثلا مدارس به مثلا که مدارس هر کسی یک مدرسه به قضا. آقا شما همش که مدرسه علمیه بعضی نیاز به دانشگاه ها دارید. شما میخواید یک دانشگاه تأسیس بکنید. دقت کردید؟ توی فقیه اگر قدرت نداشته باشید میتوانید این تشکیلات را بندازید؟ نه، این گفتنه، این مقام عمل. تا فقیه مبسوط الید نباشه نمیتواند خدمت بسیار از این مسائل رو حقیقتش براش روشن میشه. اونقدر یا مسائل رو غیر واقع جلوه میدن برای آدم. لذا خدمت با سعادت شما عرض بشود که مثلا ما در باب رؤیت الحلال گفتیم رؤیت دیدن. حالا قبلا مثلا چیزی به نام تلسکوپ نبود که آدم به واسطه او بتونه رؤیت ماه بکنه. اما الان یه تشکیلات باشه که بگیم آقا این تلسکوپ با اون میشه آدم چا کنه با چشم مسلح خدمتتون عرض کنم که ما رو ببینه. بعد حالا به ادله بس کنیم این رؤیت الحلال اطلاق داره، ملاک دیدن، حالا چه با چشم مسلح یا غیر مسلح، بعدا به ادله بس بکنه. و میخوام بگم خیلی از این فتواها بدون داشتن امکانات و تشکیلات امکان نداره. دقت کردید؟ فقط شما مسائل نگید که ما خدمت با سعادتتون عرض کنم که با
4 تا حوزه تشکیل بدیم بعضی از مسائل ممکن احترام. نه، امروزه اونقدر این ارتباطات گسترده و پیچیده شده که بدون وجود تشکیلات انسان نمیتونه به حقیقت برسه. دقت کردیم؟ مثلا الان بحثایی که آیا انرژی هسته‌ای ما باید داشته باشیم یا توی فقیه انرژی هسته‌ای چیه؟ شده اگه شما یک تشکیلاتی نداشته باشید که بدون انرژی هسته‌ای چیه، راحت نمیتونید فتوا بدید که داشتنش لازمه یا لازم نیست. این در واقع حقیقت فتوا. اما در باب قضا از کسانی که قائلند که فقیه در عصر غیبت منصب قضا را شرعاً دارا می باشد و می تواند حکم دهد، سوال این است که آیا در عصر غیبت و در عصر حاضر می شود قضا به دست فقیه مذکور باشد ولی حکومت به دست او نباشد؟ قضا بدون تشکیلات امکان دارد یا خیر؟ دایره قضاوت مربوط به دعوای بین دو نفر خلاصه نمی شود. دایره دین اسلام جهانی است و دایره رفع همه مشکلات قضایی است. و این هدف با نبود تشکیلات امکان پذیر نیست. شد شما الان بعضی از افراد حقوق بین الملل بحث میکنن. شده خب الان یه حاکم خدم فقیه میخواد قضاوت بکنه، آیا بدون داشتن تشکیلات میشود قضاوت در امر بین المللی داشته باشد یا خیر؟ میشه؟ در یه زمانی به آقایون مراجعه میکردن میگفتن کت خدای اینده با رعیت اینده با هم کت خدا میگه این، رعیت میگه این. این نوبت قضاوت میکرده، دو نفر با هم دعوا میکردن. اون همون روایاتی که میخوندیم دقت کردید؟ امام راضی نبود به طاغوت مراجعه کنید، میگه به فقیه. حالا اگر دایره دعاوی گسترده و چی باشه؟ عمیق باشه، آیا می شود فقیه جامع الشرائع بدون داشتن تشکیلات و بدون حکومت بتواند قضاوت درستی بکنه؟ نه. اگر میخواد قضاوت شرعی و درستی باشه لازمش وجود کیه؟ تشکیلات. اصلا بدون تشکیلات بدون حکومت اصلا امکان نداره. پس ما با این حضرات مماشات کردیم.
گفتیم سلمنا که در عصر غیبت فقهای جامع الشرائع وظیفهشون افتاء هست و قضاوت، اما با توجه به شرایط در عصر غیبت و حاضر و این تشکیلات گسترده و مسائل پیچیده، اگر میخواد فتوا درست و دقیقی باشه، قضاوت درستی باشه، لازمه افتاء و لازمه قضا وجود تشکیلات و حکومت باشه. یعنی بدون حکومت اون فتوا خدمتتون است، اون فتوای دقیقی نخواهد بود، قضاوت هم قضاوت درستی نخواهد بود. این خدمتتون است کنم که جواب کلی از بحث افتاء و بحث بفرمایید قضا. یک نتیجه میخواد، نتیجه پاسخ اول، لازمه سمت افتاء و قضا برای فقیه اولا داشتن قوانین مدون در همه زمینه هاست که نیازمند آموزش و پرورش، آموزش عالی، دانشگاه‌های متعدد و متخصصین در رشته‌های گوناگون است. ثانیاً تدوین قوانین بدون اجرای آن هم ارزش عملی ندارد. و برای اجرای عملی در همه شئون به قوای انتظامی زندانها و تشکیلات دیگر داریم. شد ثالثاً افتاء و قضا شامل مسائل عمومی و روابط بین الملل می شود. ناچارن باید وزارتخانه‌هایی وجود داشته باشد و همه این امور در پرتو حکومت اسلامی میسره. انشاءالله که مطلب رو رسونده باشید. دقت کردید؟ پس گاهی خواب دقیق شدن بشد، دقیق شدن در خود کلمه افتاء و خود کلمه قضا. دقت آمدید؟ این مسائل رو به دست بیارید. این اولا. ثانیاً جواب دیگر میخوام بگید نه، ثانیاً میگه اون لوازم رو ما قبول کنیم، لوازم رو قبول ندارم. دقت کردید؟ ثانیاً بر فرض که حکومت را از لوازم افتاء و قضا قبول نکنید، میگوییم آیا لسان ادله افتاء و قضا لسان حصر است یا خیر؟ به عقیده قائلین به ولایت فقیه لسان ادله لسان حصر نیست.
همین گرفتید؟ لسان ادله لسان هست. بله دیگه آقا یه روایت میگه من کان من الفقها فل العوامع، میگه یک بعد وظیفه فقیه جامع شرایط که فتوا دادن است، اما نمیگه فقط فتوا بده دیگه تکلیفی ندارد. چرا؟ چون اگر فقط حاصل باشد پس دیگه نوبت به قضا نمیرسه. همچنین ادله‌ای که میگوید وظیفه فقیه جامع شرایط چیه؟ قضا هست، میگه وظیفش قضا هست، اما نمیگه وظیفش فتوا و قضا هست لا غیر. نه به واجب ادله به نحو لا به شرط لا نیست. خب دو شد. ادامه میدید با ادله عقلی و نقلی که قائلین به ولایت مطلقه فقیه دارند استفاده می شود که از جمله وظایف فقیه جامع شرایط بفرمایید تشکیل حکومت می باشد. و این از اون دو سوال اول درس روشن می شود. میشه شد؟ دیگه ما از شما سوال میکنیم آیونی که میگید وظیفه فقیه در عصر غیبت شما خودتون قبول دارید افتاء هست و قضا، میگیم از نظر تشکیلاتی و حکومتی آیا شارع ما رو یله و رها کرده؟ بله؟ که نمیتونید میگید. بعد میگید که شارع ما رو یله و رها نکرده، میگه زیر چتر حکومت ولایت فقیه نرید، برید زیر چتر حکومت طاغوت. یعنی واقعا از آیات و روایات این استفاده میکنید شما؟ دقت کردید؟ پس اون آیاتی میگه پشتره بود طاغوت چی میشه؟ درست شد؟ پس جواب دوم این است که سلمنا که حکومت، تشکیل حکومت، وجود حکومت از لوازم افتاء و لوازم قضا نباشد. آیا وظیفه فقیه در عصر غیبت منحصر فقط به همین دوتاست؟ فتوا بده و قضاوت بکنه، بعد مردم رو بگه شما از نظر تشکیلات حکومت رها هستید، هر کار میخواد بکنید دیگه، نه اون فتوا به درد میخورد و نه اون احکام قضایی اجرایی پیدا میشه. یا بگوید که برید زیر چتر حکومت طاغوت. حکومت بر مبنای ولایت فقیه یه حکومت راجح هست. حکومت طاغوت چیه؟ مرجوح، عقل حکم میکنه حکومت راجح رو شما رها بکنید برید به سمت حکومت مرجوح. یعنی آیا از قدم مزاج ادله استفاده میشه یا نمیشه؟ شد؟ پس اینم دلیل که جواب دوم. اولا که تو حقیقت کلمه افتاء و قضا تشکیلات و حکومت هست، بر فرضم نپذیرید ما میگیم وجود حکومت بر مبنای ولایت فقیه بهتر از این که بگیم حکومت طاغوت بوده باشه. درست شد؟ اینم جواب دوم. اما سوال بعدی، یعنی واقعا اگر این نشست‌های علمی گاهی خود رو در رو باشه، دقت کردید؟ یعنی کسانی که موافق این عقیده هستند، کسانی که موافق این عقیده نیستند، در یک جلسات دوستانه بنشینن با همدیگر بحث‌های علمی بکنن. دقت کردید؟ بسیاری از این مشکلات، بسیاری از این مسائل برطرف میشه. خب شما این برداشت دارید، شاید به ادله فلانی برداشت شما درست نباشه و اون بیاد با دلیل این عدم صحت برداشت شما رو اثبات بکنه، شما قبول بکنید و بالعکس. یعنی الان
عقیده‌مندان به ولایت مطلقه فقیه. دقت کردید؟ یه چیزایی بخوان کسانی که موافق نیستن دلیل داشته باشن برای نقدشون. خب چه اشکال داره بیاد نقده های اونها رو بشنوه، بلکه پاسخ داره پاسخ بده. اما سوال دیگر، فقیهی که در روایات ما برای او جعل ولایت شده به معنای اسلام شناس است، نه فقیه به معنای مصطلح امروز. بله، فقیهی که شما امروز میگید بله سیاستمدار باشد، تشکیلات حکومتی داشته باشه، اینا نه اون روایات من کان من الفقهاء شما سائلا لنفسه مخالفا به هوا فلان فلان فللأوامع یقلدون. اما فقیهی که شما دارید ازش تعریف میکنید در نظریه ولایت مطلقه فقیه، میگید فقیهی که علاوه بر اینها باید بر امور سیاسی عالم هم اطلاع داشته باشه، نحوه حکومتداری رو هم باید بلد باشه، قوای دیگر باید بیان زیر مجموعه ایشون بشه. به تعبیر فنی که ما بتون بگیم داریم که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اونی که در روایات تعریف از فقیه شده این در خارج نیست. اینی که شما میگید ولایت مطلقه فقیه لم یقصد در روایات. پس بنابراین اون فقیهی که جعل ولایت برای شده در روایات غیر از فقیه مصطلح امروز می بوده باشد، اینا مشمول روایات نمی باشد. پس آقایان قائلین به ولایت مطلقه فقیه شما دارید در خلاف مفاد روایات عمل میکنید و برداشت میدید. این نظریه شما با مفاد روایات سازگار نیست. خب پس فاتحه این نظریه باید خونده بشه. خب این سوال یک تأملی بفرمایید، دقت فرمودید به ثقل سوال رفته روی روایات شد. آیا قائلین به نظریه ولایت فقیه این نظریه بر پایه فقط روایات و دلیل عقلی هم هست؟ حالا دارم گرام میدم به شما، به این گیر نهایی کجاست؟ فقط رفتن به سراغ روایات. این فکر بکنیم باید رو بکنیم. ثانیاً ادله نقلی وقتی منحصر در روایات مگه تو آیات نیست؟ بله؟ آیا در آیاتی نداریم که وظایف انبیا رو تشکیل حکومت میدونه؟ با آیات ما چه کار بکنیم؟ از همون ابتدا دائره دید انسان محدود بشه، نتیجه چیز دیگری میشه. با همین آیون باشم بحث میکنیم جلسه آینده. اما اول میگیم آقا شما خودتون در اصول به ما فرمودید ادله استنباط حکم شرعی چند تاست؟ 4 تاست. دقت فرمودید؟ یعنی وقتی بخوام نظر اسلام رو بگید جواب رو از این 4 تا منبع، حالا اجماع رو بذاریم کنار که برمیگرده به سنت، عقل، کتاب
سنت شد. الان ما میخواییم بحث ولایت مطلقه فقیه را بگیم منظور ادله از فقیه جامع الشرائع چیه؟ درست شد؟ آیا فقیه جامع الشرائع اونیست که مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه میفهمند، یا منظور ادله از فقیه جامع الشرائع چیز دیگری است که قائلین به ولایت مطلقه فقیه میگیم یا روی ادله؟ روی ادله که با هم مگر کسی بگه آقا من در استنباط حکم شرعی عقل و قبول ندارم، مثل عضلات اخباری دقت کردید؟ با اینا هم باز میتونیم بحث بکنیم. بگیم چشم عقل رو میذاریم کنار، نقل رو که قبول دارید که قرآن هست و روایات. دقت کردید؟ ما دلیل وقتی آیاتی داشته باشیم که مفادشون کاملا روشن و برهانی بوده باشد، چرا بذاریم کنار؟ ما میشود معنای فقیه را از ادله نقلی آیات و روایات رو کنار هم میگذاریم، از مجموع آیات و روایات مقصود از فقیه رو استخراج میکنیم. دقت فرمودید؟ این خدمت از کنیم بحث آینده است. پس اولا روی ادله دقت داشته باشید که ادله قائلین به ولایت مطلقه فقیه منحصر در روایات نیست. مهمترین دلیلش چیه؟ عقل. وقتی به پیشگاه عقل میریم، عقل فقیه جامع شرایط رو برای ما روشن میکنه. برفرض که دائره ذکر بکنیم، ادله نقلی منحصر در روایات نیست، تو آیات هم هست. مجموع آیات و روایات هم ببینید فقیه رو چگونه تعریف میکنه. اگر خدا عمری مرحمت بفرماید جلسه آینده به این ختم پرسش به سوال پاسخ خواهیم داد. انشاءالله آقایون در عید قدیر خونی که در پیش داریم، عید ولایت و امامت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، انشاءالله در تبیین جایگاه ولایت و امامت برای مردم حرف بزنن، گفتگو داشته باشن و مردم رو با اهمیت مسئله قدیم بیشتر از گذشته آگاه بفرمایید. همیشه مورد عنایت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه واقع بشوید و خدا همه ما را از پیروان واقعی اون حضرت قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.